سرباز ارتش تیپ 3 ایرانشهر گردان 381 آتشبار 4. جناب سرهنگ عباسی فرمانده گردان 381 در سال 1383. من هنوز همان سرباز تو هم. همون قسمی که اول خدمت سربازی به وفاداری از وطن و هموطن خوردم، هنوز وفادارم به اون قسمم. و شما ملت شریف ایران، هر تجاوزی که وجود داشته به ما و شما ملت عزیز ایران تحمیل کردن این حکومت دیکتاتور، و امروز همان روزی است که دفتر تاریخ باز است برای ثبت کردن نام مرد و نامرد. به ناموسمون تجاوز کردند، مردممون رو از ردیف کشتن، در عوضی که اون مأمور جنایتکار متجاوزگر رو به سزای اعمالش برسونن، اومدن ملت ما رو از ردیف به رگبار بستن، گلوله تو مغزشون زدن، گلوله تو قلبشون زدن. تویی که این گلوله ها رو زدی نامرد، نطفه بابات نیستی، اون بابات نیست که صداش میزنی بابا، اون یکی دیگه است. چون یه آدم حلال زاده تا این اندازه نمیتونه بیرحم باشه، زن، مرد، بچه همه رو از ردیف زدین کشتید. بعد میزنید به نام گروهک و کسای دیگه. این همه آدم تو اون جمعیت بوده، همه دیدن تیر از کجا میاد. بعد جالب اینجاست که بعضی از علما و ریش سفیدان باز میان این دولت رو تایید میکنن. چه جای تاییدی گذاشته این دولت برای خودش؟ متجاوزگر نیست که هست، ناموسمون از دستش امنیت نداره، قاتل نیست که هست، مردم بیگناه رو همه رو از دم به رگبار بستن، اختلاسگر نیست که هست. تو سرباز وظیفه‌ای که برای 2 سال خدمت سربازی اومدی، ملت تو سرکوب میکنی، اون خواهر و برادر تو که با لگد میزنی، اون هموطن تو که با لگد میزنی، اون لگدی نیست که به اونا داری میزنیش، بلکه اون لگدیه که داری به خودتو، با آینده خودتو، نسل‌های بعدی داری میزنی. هوشیار باش، پشت مردمت باش. تو قسم خوردی به وفاداری وطن و هموطن، نه برای موافقت. تو از این آبی، از این خاکی، نامرد، مرد باش، پشت ملتت باش. وقتی که سربازا همیشه تعدادشون بیشتره، فرمانده یه نفره. سربازا وقتی بخوام برگردن و پشت ملتشون بیستن، فرمانده یه نفره، قدرت سربازا بیشتره. تو سرباز فقط با ملت باشی، به خدا 2 ساعت کار اینا، 2 ساعت نذاری در برن. همه اون ثروتی رو که از این کشور دزدیدن بردن با خودشون ببرن، همه شونو بگیریم، کل اون سرمایه ها رو پس بگیریم. به خدا اقتصادمون در جا باورجاست. نمیگم که این کار رو من میکنم، ولی هست آدم های کار درستی که الان در زندان همینا هستن، آدم هایی که هم کار بلدن هم دوز نیستن. اینا هم دوزن، همین چه حالیشون نیست. طلای ما رو دارن میدن به چین، از اون بر فاضلابای چین رو کود میکنن میدن به ما. ملت معامله هاشو اینجوریه. ملت ایران مستحق این نیستن که تا کمر تو سطل زباله خم بشن. ملت ایران ملتیان که باید لنگ رو لنگ بشینن.
فقط این سرمایه کشور بهشون برسه و خرج جای دیگه نشه، راحت بشینن زندگیشونو بکنن. انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست، مسکن حق مسلم ماست، بنز و BMW حق مسلم ماست، زندگی راحت و با آسایش حق مسلم ماست که این حق رو از ما گرفتید به خرج جای دیگه میکنید. ملت همدست باشید. میگن همت مردان مدد الله، هر که با ماست بسم الله.